استحصال کننده اتومبیلی تمغه رنج روور اتوبیوگرافی مربوط به شرکت اتومبیل بروری لند روور بریتانیا کبیر محسوب است. محرک اتومبیل دارای 525 قوه اسب بوده، هر چهارچرخه‌اش حرکت کننده می باشد. دارای 4 در و 5 جای نشست است. درازی اتومبیل با 5000 پهنایی‌اش به 10073 و بلندیش به 1868 میلیمتر برابر است. در مدت 5 ثانیه اتومبیل تا 100 کیلومتر ساعت سرعت می‌افزاید. سرعت ماکسیمالیش باشد به 250 کیلومتر ساعت برابر است. خرج سوزشواریش باشد در 100 کیلومتر 12 از 8 راه‌های داخلی شهری 18 و در شهرها 9 از 9 لیتر بنزین صرف می‌کند. گنجایش سوزشواریش باشد به 105 لیتر برابر است. اتومبیل دارای یک قطار سیستم‌های خوددار کننده و دو دیسپلی 10 از 10 و 10 دیومگی می باشد. نشستگاه‌هایش باشد با کاج اعلی صفت N-Lane دوخته شده است. وزنش به 3290 کیلوگرم برابر بوده. نرخش عین حال در افتصالون‌های فدراسیای روسیه با 15,830,100 روبل برابر است.